چند سال پیش من خواستم برم خواستگاری رفتم خواستگاری گفت بری خدمت کنی کارت پاهم خدمت بگیری بعد بیای خواستگاری ما قبول کردیم رفتیم خدمت 2 سال خدمت کردیم بعد از خدمتم که تموم شد گفتم برم خواستگاری ولی 2 روز بعد خدمت ماشین تاخت به تاخوان نهتان تست رفته 2 ماه رفتم تو کمادوار بعد از که از کما اومدم بیرون دیگه نتونستم حرف بزنم من قبلش میتونستم صحبت کنم مثل شما راحت صحبت بعد رفتم خواستگاری گفتن تو نه خواستگاری ولی من باز رفتم چون دوستش داشتم